برای تولد دوباره تو در واقع باید هیچ بشی، باید مرگ اتفاق بیفته. یک مرگی باید باشه که دوباره متولد شدن رخ بده. پیله رو باید بشکافی بیای بیرون دیگه. باید از اینا رها بشی، از باورهات، از نگاهت، از تعاریفت، از هر دانسته‌ای که نسبت به جهان هستی داری و هر باوری که نسبت به خودت و دور برت و اینا داری. باید گذر کنی، به سکوت دعوتشون کنی. وقتی که خودتو یک بودایی، یک صوفی، یک عارف، یک فیلسوف مینامی، باش هم هویت میشی دیگه. میری زیر چترشون، در پی چیزی شدن هستی. غافل که ماجرا هیچ شدنه، هیچ چیز نبودنه. به نوعی برهان خلفیه. هر آن چیزی که هستی رو بریز دور، هر آن چیزی که میدونی رو بریز دور. اون چیزی که میمونه خود واقعیت.